د کابل ټي وي علومو قدرمن استاد او د اعصابو د جراحانو اتحادیې رئیس محترم پوهاند دکتور احمد فواد پیرزاد صاحب دا وخت زموږ ترڅنګ دی. نوموړی څو ورځې وړاندې ځینو کړیو اختطاف کړی و چې له خوشه بخته راخلاص شوی دی او زموږ ترڅنګ دی. له ده سره به په همدې موضوع باندې او ځینو نورو مسایلو خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمن استاد، که تاسې د اختطاف کېدو قصه وکړئ چې چېرته او څنګه دا پیښه رامنځته شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. قصه از این قرار است که تقریبا 2 هفته قبل بعد از وظایف رسمی وقتی که در کلینیک شخصی خودم کلینیک پیرزاد ما میخواستم مریضا را ببینم و معاینه کنم، کسایی که لباس منصوبین امارت اسلامی به تنشان بود و با سلام مسلح بودن و با موتر نظامی آمده بودن، اینا از من خواهش کردن که یک شخصیت بزرگوار از امارات آمده و شما رو میخواه ببینه، اگر نمیتونه شما تشریف بیارین اونا رو در موتر ببینین. ما به احترام بزرگا علما مجاهدینی که داریم گفتم خب خیر است، من میرم خدمتشان. وقتی که ما رفتم به موتر که گفتم چی مشکل است، گفتن کم بشین صحبت میکنه. وقتی که ما میخواستم برایشان صحبت کنم که یک نفر همکارشان که مسلح بود مرا به داخل موتر گفتن بشینین و با پلی نشست و موتر حرکت کرد و بعد از او اینا در یک منطقه مرا بردن، موبایل ما گرفتن و همچنان گرفتن و گفتن که تو را ما یک جای میبریم که امروز تو گپ میزنیم و به تدریج دستا و پای ما بسته کردن که من بسیار زیاد مقاومت کردم، اما مقاومت سود نبخشید چون تعداد نفرشان زیاد بود و بعد از او اینا مرا انتقال دادن به یک موتر شخصی و به یک منزلی که دمی حوالی بود شب انتقال دادن و شب اونجا بودیم. بعد ما گفتن که تو اختطاف شدی و فردا صبحش از اونجا انتقال دادن به یک محل نامعلوم دیگر دمی اطراف کابل و تقریبا 3 روز قبل باز محل تغییر دادن به یک محل دیگه انتقال دادن. څومره وخت تقریبا هغلته وی له دوی سره؟ ولس ورځې. ستاسو د خلاصون برخه کې د لوړو زده کړو وزارت آیا څه کړي دي که کړي دي هغه څه وه؟ جناب وزیر صاحب محترم تحصیلات عالی شخصا با مسئولین استخباراتی و امنیتی این بلند رتبه کشور به تماس شدن، خودشان شخصا تشریف برده بودن و از اونا درخواست کردن که هر چی زودتر استاد ما از بند و چنگال ربایندگان آزاد شوند. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي عبدالباقي حقانی صاحب ستاسې د ډاډګیرنې او پوښتنې لپاره ستاسې کور ته راغی. تاسې استادانو محصلینو او نورو ته څه پیغام ورکوئ؟ جناب وزیر صاحب لطف کردن و بسیار زیاد ما ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم که قسمی که پیشتر پوهان صاحب مرخیلم تشریف داشتن و اونام گفتن که سابقا هم در حکومت‌های گذشته هم استادا اختطاف شده بودن، مورد تهدید و آزار قرار گرفته بودن، اما هیچ وقت از مسئولین بلندپایه دولتی به پرسان یک استاد نرفته بودن و این لطف و بزرگیشان نشان میدن که از استاد خود، از عضو تحصیلات عالی افغانستان اینا خبرگیری کردن، تشریف آوردن به منزل معزی ما، قدردانی و مننه میکنیم. ما شنیدم که دکتر صاحبای ما، همکارای ما در شبخانه و همچنان در دیگه مراکز میخواستن اعتصاب کنن. ما گفتم، قبلا هم گفتم میالم مخالف اعتصاب هستم. جزایی که اونا برای یک کادر میتن ما از مردم، از مریض بیچاره بگیریم، نه قطعا درست نیست. اعتصاب نکنین. این وظیفه نیروهای استخباراتی و امنیتی امارت اسلامی است که زمینه رو مساعد ساختن، اونا وظیفه خود درست انجام دادن. این حال ما وظیفه خود انجام میدیم که از طریق
خدمت خود چی در قسمت تحصیلی باشه و چی در قسمت معالجی و تداوی مریضا و همچنان در قسمت تحقیقات باشه در خدمت مردم و هموطنان عزیز خود قرار داریم. مرکه ته له حاضرېدو مو ډېره زیاته مننه. مهرباني تاسو هم مننه.